خب یک ویلای 233 متری داریم همراه با 110 متر بنای تمام سنگ، یک فضاسازی خوب از حیاط. این قسمت یک نشیمن داریم، نشیمنش هم منحصر به فرده. یه باربیکیو داریم که میتونید همینجا یه میز بذارید بشینید و کباب میل کنید. یه ورودی از اینجا به حیاط خلوت داره، بریم داخلش هم بهتون نشون بدم. نماش واقعا جذابه، نور طبیعی رو کاملا داخل داریم، نورگیراش قدیه. حالا من برقارم روشن میکنم که بهتر ببینیم. فضای بزرگ پذیراییش و قسمت آشپزخونه که من واقعا از رنگ کابینتاش لذت بردم. البته که توی دوربین خب یه مقدار رنگش متفاوته با چیزی که میبینید. ببینید یه مقداری هم آشپزخونهش مخفیه از پذیرایی. معمولا خانم ها دوست ندارن آشپزخونه از توی پذیرایی دید داشته باشه که این اون قابلیت رو داره. اینجا سرویس میشه، البته حمومشه، سرویس میشه این روبرویی که سقف اینا هم باز چوب کار شده. خواب اولش که کمد دیواری و میز آرایش و آینه و ایناش هم کار شده. یک نورگیر به حیاط خلوت و خواب دوم که ورودی به حیاط خلوت رو داره و تقریبا خب این خواب هم بزرگ هست، قابل چیدن. برای اطلاعات بیشتر این ویلا میتونید با ما از طریق دایرکت و یا تماس در ارتباط باشید. خیلی مخلصیم.